بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، همنشینای نازنین، مهربان، فرهیخته و همیشگی یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه. یاد خدا همنشین همه لحظات قشنگ زندگی شما و ما باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره و تا تیتراژ پایانی شما پای تلویزیون بشینید و برنامه خودتون رو تماشا بکنید و اون لحظه هم که برنامه ما تموم میشه حالتون خیلی بهتر شده باشه از قبلش. احتمال خیلی زیاد این اتفاق خواهد افتاد چون استاد محمدی شاهرودی عزیز اینجا هستن و مباحث خداشناسی رو در محضرشون ادامه خواهیم داد با حضور شما تا پایان انشاءالله. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله استاد محمدی شاهرودی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون، متشکرم. مخلص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان، آرزوی قبولی طاعات، عبادات و تلاشی که در جهت تعلیم و تعلم و تفقه در دین انجام میدید که یکی همین الان هست. یه حدیثی رو مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المریدشون نقل کردن. من بخشی از این حدیث رو خدمت شما میخونم تا نگاه اسلام رو به دنبال علم بودن تا حدی که حالا این حدیث گفته. واسه آیات قرآن خیلی زیاد هستن، حتی گاهی که میفرماد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، تو تفسیر مسعود به امام عسکری داره که این لیعبدون یعنی لیعرفون، برای معرفت. پیامبر فرمودن ما من متعلم یختلف الی باب العالم الا کتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنى الله له بكل قدم مدینه فی الجنه و یستغفر له حیتان الماء و طیر الهوا. هیچ متعلم و فراگیری نیست که برای تعلیم و تعلم قدمی برداره، حالا رفتن و برگشتن، یختلف و میره و برمیگه، مگر اینکه به ازای هر قدمی که برمیداره، حالا این قدم برداشتن یه وقت راه رفتن یه وقت نه اقدام هست، به ازای هر قدمی که برمیداره خداوند ثواب 1 سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. واسه فقط یه قدم برداشتن 1 سال عبادت و خداوند به ازای هر قدم شهری در بهشت براش بنا و همه موجودات دعاش میکنه. در روایت داریم که زمین که روش راه میره دعاش میکنه و زمین در واقع خوشحاله که کسی که دنبال علمه پا برو گذاشته. ماهیان دریا، پرندگان هوا، همه اون شخص رو دعا میکنه. پس این نگاه رو داشته باشیم. از این روایت هم زیاد داریم ها. همین کتاب منیت المرید رو ملاحظه بفرمایید. این کتاب فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان تعلیم و تربیت در اسلام و مرحوم آقای حجتی اینو ترجمه کرد. ترجمه دیگه هم شاید داشته باشه. اولش شما از این روایت فراوان میبینید، 1 2 تا و 5 تا و 10 تا نیست. ولی یکش من براتون خوندم ان شاءالله که دل بدیم به تعلیم و تعلم و یه چیزایی یاد بگیریم ان شاءالله. الهی آمین ان شاءالله. به برکت حضور شما و عزیزان دیگه توی این برنامه‌های دیگه ما در مسیر کسب علم و دانش قرار گرفتیم. خدا به شما خیر بده. خدا شما رو و مثل شما رو ما حفظ کنه. خب اگه خاطر شریفتون باشه، ما هفته‌های گذشته اهمیت و جایگاه بحث توحید و خداشناسی، ضرورت بحث معرفت الله و خداشناسی رو فرمودن استاد، دلایل و براهین اثبات وجود خدای تعالی رو فرمودن. از این هفته قرار شد که راه‌های شناخت خدای سبحان رو برای ما تبیین بفرمایند و ما هم استفاده بکنیم. آقا ما سلام باشیم. بله، حالا راه‌های شناخت خدا رو در یک تقسیم بندی ما میتونیم به 2 قسم تقسیم کنیم. یکی از آیات الهی پی به وجود خدا ببریم، یکی نه، خدا رو با خود خدا بشناسیم. که از آیات پی به وجود خدا ببریم میشه
راه ان، میگن برهان انی، از معلول به علت رسیدن. که از خدا به خدا برسیم میشه برهان لمی، از علت به علت رسیدن. این دو راه وجود داره. اون راه اولش خب راه ساده است، خود قرآن توجه داره به این راه و آیات فراوانی داریم که بگه خب شما خودتون آیه از آیات الهی هستید که انسان از آیات خداست. در وجود خودتون مطالعه کنید، هم اصل وجود خدا رو میفهمید و ثابت میشه براتون، هم صفات خدا. این که انسان علم داره، خالقش باید چی باشه؟ عالم باشه. این که انسان رحمت داره، مهربانی داره، خالقش باید رحمان و رحیم باشه. این که انسان خلاقیت و ابداع داره، که میل به خلود داره، باید خالقش خودش جاودانه باشه. یعنی با مطالعه در وجود خود انسان هم به اصل وجود خدا پی میبره، هم به صفات خدا. امام صادق علیه السلام برای جناب مفضل ابن عمر میخواد که خداشناسی درس بده. برخی از این زنادقه ماتریالیست ها، امروزش میشه ماتریالیست، اون زمان گفتن زندیق معرب دهری خود ماست. دهری فارسی رفت تو عربی شده زندیق. زنادقه هم جمعش، که حالا معادل امروزش همون ماتریالیست و کسانی است که ماده گرا هست. سوالاتی مطرح کرد، مفضل نتونست جواب بده. اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت که این دیستیز، این آتئیست. سوالهای مطرح کرد، من نتونستم جواب بدم. اما فرمود فردا بیا با کاغذ و قلم. فرداش که اومد، امام املا کرد. یکی از اصول اربعه معه که ما داشتیم، 40 تا اصل، 400 تا اصل که داشتیم، یکیش همین اصل توحید مفضل. چند روز اومده خدمت امام صادق علیه السلام، امام توحید رو اونجا املا کرد، اینم نوشت. با آناتومی بدن انسان شروع کرده امام صادق. جالبه. بله، چشم انسان، گوش انسان، رگ‌های انسان، استخوان‌های انسان، اما احشای اینا رو شروع کرده و از هر کدام هم یک گریز به خداشناسی، به خدا و اینها. خب انسان خودش آیه از آیات الهی است. من یاد این من عرف نفس فقط عرف ربه افتاد. تو کاملا درست. این یه راه که تو قرآن فراوان، مثلا شاید این آیه رو قبلا خونده باشم که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در خود وجود شما. میخوایم حالا مثلا تعبیر علمیش، تعبیر امروزیش رو بگیم، دو تا راه وجود داره. یک از طریق ابجکتیو، یکی از طریق سوبجکتیو، درونی و بیرونی. سیر آفاقی و انفسی. آفاقی هم این عبارت قرآنه. آفاقی و انفسی. آفاقی هم عبارت قرآن. و فی الارض آیاتون میفهمد که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. و در آفاق و نفس خودشون آیاتون رو بهشون نشون میدیم تا بدونن که خدا هست، خدا حق، حقیقت هست. در ادامهش هم داره که اولا یک برد بکنه و علی کل شیء شهید، که این دیگه میره هم راه اول رو گفتم، خدا رو با خدا بشناسی. این بخش از آیه میره اونجا باید توضیح بده. این که فرمودید سابجکتیو میشه کدوم؟ آفاق. بله. ابجکتیو آفاق، سوبجکتیو انفس، درون و بیرون. این رئیس قرآن پیشنهاد میکنه و میگه شما سیروا فی الارض فانظروا، سیروا فی الارض، برید مطالعه کنید، زمین مطالعه کنید، آسمان مطالعه کنید، تاریخ گذشتگان رو مطالعه کنید. و این سیر و سیاحت در آفاق و انفس رو قرآن سیروا فی الارض فانظروا، این رو یکی از راه‌های معرفت الله معرفی میکنه. بله. کار ساده هم هست که انسان در وجود خودش مطالعه بکنه. حالا اون که من عرف نفس فقط عرف ربه، یه وقتی ما میگیم که بدن خودشو بشناسه، همون که امام صادق علیه السلام کار کردن، از اینجا شروع کرد. یه وقتی میگیم نه، روح خودش رو، نفس خودش، اون دیگه خیلی میره بالاتر. اون پیچیدگی‌های نفس انسان، عظمت‌های روح انسان که
خدا به خودش نسبت میده، میگه نفخت فیه من روح. خیلی عظمت داره اون و از اون طریق اصلا فراتر از این حد معمول خدا رو میشناسه، از طریق اون مطالعه در روح. گرچه ما علممون نسبت به روح خیلی کم هست. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. در واقع روح هست و میپرسن او که روح از امر خداست. حالا این امر خودش بحث داره که ما انشاءالله بحث کنیم. روح از امر خداست و شما هم از علم خیلی کم بهتون داده شده، خیلی علم ندارید. خب این دوتا راه رو قرآن به عنوان راه‌های خداشناسی معرفی میکنه. این میشه همون برهان علم، از طریق انی بخوان پی به وجود خدا ببرن. این راه عوامه. هر انسانی میتونه فکر کنه در وجود خودش، در زمین، در آسمون، و از این طریق خدا رو بشناسه. یک راهی برای خواص قرآن پیشنهاد میکنه و در روایات ما بیشتر اوج گرفته. با اون راه اینه که خدا رو با خدا بشناسیم. اون که میفرماید اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. اینجا دیگه خدا رو با خدایی که مشهود همه هست، خدایی که شما میبینیدش، بازم قبولش ندارید، میبینید که نه شما مشهود همه موجودات هست. اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، مشهود همه عالم هست. و این راهی است که توی دعاها و تو روایات ما به وضوح و خیلی عالی، خیلی عالیش با دعای عرف انفانس علیه رو تا قبطه که تو نبودی که پنهان بود. چی از تو آشکارتره که من میخوام با اون تو را آشکار کنم. همه چیز با نور آشکار، نوری باشی و نوری که نمیشه با نور آشکارش کرد. اون دعای عرفه یا همین دعای صباح آقا امیرالمومنین علیه السلام که یا من دل علی ذاته به ذاته و تنزه هم مجانست مخلوقاته و جل ملائمت کیفیات. ای کسی که خود ذات خودش دلالت بر وجود خودش داره، یا من دل علی ذاته به ذاته. این راه صدیقین هست. این راه اهل دل. این راه خواص. یا دعای ابو حمزه سمالی و امام سجاد علیه السلام به که عرفتو که و انت دللتنی الیک و دلتنی علیک و دعوتنی الیک. من تو شناختم. به که عرفتو که خودت معرفی کردی خودتو، من تو رو با خودت شناختم، تو منو به سوی خودت راهنمایی کردی و من معرفتم از خود دیگه. به هر حال اینم یک راهی است. تا اینجا راه از طریق آیات و نشانه ها رو فرمودیم، راه شناخت خدا که باز درونی و بیرونی و آفاقی و انفسی و اینا که راه عوام هست. راه عوامه. راه خواص رو هم از طریق خود خدای شناخت خدا، از طریق خود خدا که اشاره کردم بیشتر توضیح میدیم. آره که برای خواص هست و بنابراین بیشتر ما که عوامیم نیاز داریم که بیشتر تبیین بفرماییم. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم و ادامه توضیحات استاد محمدی شاهرودی رو راجع به راه خواص بیشتر بشنویم. این که عرض کردم ما عوام هستیم، یه وقت جسارت به شما نشه خودم و مثل خودم رو عرض کردم، قطعا در بین شما هم خواص بیننده ما هستن، منتها چون اینجا تشریف ندارن تو ما از زبانشون بشنویم، استاد دارن تبیین میکنن و ما نیاز داریم که بیشتر دریافت بکنیم تا برای اونجا بیفته راه خواص که فرمودید راه شناخت خدا از طریق خود خداست. بفهم. یک بابی داریم تو روایات ما تحت عنوان اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. مثلا دوستان همین کتاب میزان حکمه رو ببینن تو بحث معرفت و معرفت الله، اونجا یه باب باز کرده تحت عنوان اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. حالا بخوایم این دو تا بحث رو از خارج ببینیم که چطور میشه انسان از طریق آیات خدا رو بشناسه یا چطور میشه خدا رو از طریق خودش بشناسه. پاسخ اینه که یه وقت ما از راه عقل میخوایم خدا رو بشناسیم. شما از دور مثلا فرض کن دود میبینید،
عقل شما میگه اونجا باید آتش باشه. یه وقت توی جزیره دور افتاده میرید، نمیدونید توی این جزیره آدم هست، موجود زنده هست یا نه. قدم میزنید تو جزیره، برخورد میکنید به رد پای انسان. عقل شما میگه اینجا انسان وجود داره. یعنی از اون رد پا پی به وجود انسان. وقتی انسان به نظام آفرینش نگاه میکنه، میبینه که رد پای خدا پر تو عالم. هر جا نگاه میکنه آیات الهی رو میبینه، رد پای خدا. بله. خب نمیشه انسان اینها رو ببینه و عقلش بگم، یا عقل این رد پا حتما یک آدم اینجا بوده. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. کسی که این همه آیات رو ببینه باز تفکر نکنه که قرآن مرتبی دعوت میکنه به تفکر دیگه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خب اینجا انسان از این آیات الهی که در و دیوار وجود رو پر کرده پی به وجود خدا میبره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است. ورقش دفتری است معرفت کردگار. این یک راه. این از طریق عقله. راه دوم از طریق دله. از این طریق انسان خدا رو باور میکنه. عقلش میگه خدا هست. عقلش میگه خدا محدود نیست، عالم است، قادر است، رحیم است، اینا دیگه. از این طریق انسان خدا رو میشناسد. از طریق دل خدا رو میبینه. اینجا دیگه بحث این که هست چرا چون من آیاتش میبینم نیست. خدا رو میبینه. وقتی خدا رو میبینه دیگه هیچ تردیدی براش باقی نمیمونه. اون ما گفتیم شما از دور دود میبینید، چه بسا اون گرد و خاک باشه، چه بسا مه باشه، مثلا به اونجا میبینه آتشی نیست. این رد پایی که دیدید شاید رد پای آدم نباشه، شاید اصلا رد پا نباشه، مثلا فرض کنید اونجا ندیگه. خود آدم رو میبینی، رفتی داخل آتش جز آتش شدی، با آتش یکی شدی، اونجا دیگه تردید درش نیست. به همین دلیل هم این خواص که ارباب قلوب باشن، اصحاب این راه باشن، به اون راه اول اعتنایی ندارن. میگم پای استدلالیان داشتم به این فکر چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. مثلا پای قله کوب پای چوبی بره خیلی سخته، مگه با پای طبیعی خودش بخواد بره. پس این دو راهی که ما گفتیم، یکی راه ان یکی راه لم، نتیجهش میشه که یک راه عقل با ورزش دادن عقل، با تفکر در زمین و آسمان، با تفکر در وجود خودش، و که فراوان قرآن دعوت میکنه، بی تفکر زیاد دعوت میکنه. این یک راه. یه راه همین که نه، دل رو صافی کنه، انسان نفسش رو تهذیب کنه و پاک نگه داره. از این راه شما با نماز شب و با پرهیز از گناه و با حسن خلق و با ریاضت‌های شرعی به جایی میرسید که چشم دل باز میشه. آره، چشم دل که باز شد، خدا رو میبینی، بهشت میبینی، جهنم رو میبینی، فرشتگان رو میبینی، با اموات ارتباط داره، هر کس دلت بخواد میبینیش، باهاش صحبت میکنی. که محدود به فقط خدا هم نیست. مگه منافاتی داره که آدم هم از راه استدلال به یه حقیقتی برسه، هم از راه دل و معرفت و همین مصادیقش که فرمودید نماز شب و اینها؟ من یاد این مباحثه و بعضی وقتا حتی جدالی که بین فلاسفه و عرفا در طول تاریخ بوده و همچنان انگار هست میفتم، ولی اشخاصی رو یادم میاد که اینا رو انگار جمع کردن هر دو رو در خودشون. حالا مثلا یاد بزرگانی میفتم،
اینها، حالا نمیخوام اسم ببرم، میگم اگه منافاتی داره، خب اینا رو میشه با هم جمع کرد. بله همین اون حکمت متعلقه همین. آره که میگه خب هر دو شما اصفا رو ببینید، شواهد ربوبیه رو ببینید، برهان عقلی اقامه کرده برای اینکه اصالت وجود اصله، ماهیت از کنم که اعتباریه، برهان های عقلی متعدد. بعد نمیشه برهان و نشقیان، ما از طریق دل هم به مطلب رسیدیم. این همون حکمت متعلقه هست که میاد دوتاش با هم برهان عقلی اقامه میکنیم، هم از طریق تهذیب نفس و سیر و سلوک و اینها. اون دوتا اشراق میگفتن از طریق دل، مشا میگفتن از طریق عقل. این حالا بحث عرفان و بحث فلسفه بحث دیگه میخواد. میفهمم، متوجهم. اونا تو چون شباهت پیدا کرد عرض کردم. حالا اشراقیون میگن از طریق دل فقط، مشا میگن از طریق عقل فقط. حکمت متعلق میگه چه اشکال داره هر دو با هم؟ هر دو با هم. حالا هم عقل ورزش بدید، هم دل پاک کنید. خب ولذا وقتی شما ما شخصیت هایی که الان مثلا جامع الاطراف میتونیم بهشون بگیم و وقت نگاه میکنیم، مثلا آیت الله مثلا حسن زاده آملی رو مثلا یادم میاد، یا علامه طباطبایی. شما مثلا بالاخره فلسفه ایشون زبان زد بوده، ولی در این حال واقعا ایشون یه آدم عارف مسلک بودن و بزرگان این چیز. خود امام خمینی این چی میگم، اینی در جهاد و مثلا اینا در اوجن، در عرفانشون میبینیم، در فلسفهشون. میگم به نظر میاد از اونجایی که مسائل شما هست اینا میشه جمع کرد. بله این در مکتب پیروان اهل بیت اتفاق افتاده. در سایر مکتب ها یک درگیری عجیبی بین مثلا متکلمین و فلاسفه هست. متکلمین فلاسفه تکفیر میکنن، اینا کافرن، اینا مشرک چیان. حکما هم اینها رو تقبیح میکنن، میگن نمیفهمن، چیزی سرشون نمیشه. در مکتب اهل بیت اینجوری نیست. شما ببینید که علامه طباطبایی یک فقیه مجتهد به تمام معنا، یک عارف بالا مقام به تمام معناست. جوش بحث کلامیش الان وارثی یک متکلم به تمام معناست. هیچ تعارضی بین کلام و فلسفه ایجاد نشده که بگیم که الان چون فیلسوفه این کلام رو کلا کنار گذاشته، چون متکلمه این دیگه فلسفه رو کنار گذاشته. این در مکتب اهل بیت اتفاق افتاد. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خیلی لذت بخش و شیرین بود و استفاده کردیم و حظ بردیم. اجرتون با آقا رسول الله. عوامی ندارین؟ ان شاءالله این بحث رو هفته آیاتی شرط توفیق حیات از شما میشنویم، ما ادامه میدیم. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خدا